راست فرموده و واقعیت فرموده. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب کشف الشبهات خود که شرک مشرکین زمان ما خیلی اغلظ و شدید است از شرک مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، از شرک زمان جاهلیت. چرا؟ مشرکین او وقت در شدائد و تکالیف معبودایشان فراموش میکردن، به یک الله آواز میدادن، یک الله را. لیکن مشرکین زمان ما هر قدر سختی که سرش میآید به کی آواز میده؟ به پیر خود آواز میده، به زیارت ها آواز میده. دوم وجه برای اغلظ بودن و شدید بودن ای است، مشرکین زمان سابق یا ملک معبود گرفته یا پیغمبر معبود گرفته یا ولی را بندگان نیک بودن، یا است که سنگ و چوب عاجزه که وام تابع الله است. سنگ و چوب هیچ نافرمانی الله را نمیکنه، برای کدام وظیفه که پیدا کرده همون وظیفه را انجام میده. اما مشرکین زمان ما میگه فاسق ترین مخلوق میگیره برای خود معبود مقرر کرد. کی هستی؟ قبر کی است که حاجت روا شده مردم طواف میکنه؟ این دولکی باباست، دول میزن. یکی است کل عمر در بیرون تیر کرده، روی مسجد ندیده، حق بشر نشناخته، مسلمان نشناخته، جماعت نمیشناسه، نظافت نمیشناسه، خو امروز مشکل کشا و حاجت رواست. واقعیت گفته و نگفته؟ واقعیت گفته. اگر به پیر کسی تو دشنام بودی یقین به الله کو که همونجا نکشت اگر بمانه. لیکن احکام الله زیر پا میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، محکمل، هیچ غیرت بالا نمیشه. اگر تو گفتی که فلانی زیارت چیزی نمیتونه برات میگه اینطور نگو، اینطور نگو، میگه وی 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 ما میرم از اینجا که مقتی تو خراب نشم. ترس سر اعضایش بالا میشه، میبینی که در حالت فرار است. لیکن قرآن کریم که کفار زیر لغت میکنه، به رسول الله توهین میکنه، کاریکاتوریش میکشه. غیرت داره، غیرت بالا شده. چطور آواز آدم بلند نشود، قهر آدم نبیاید؟ لقمان حکیم میگه که شرک این ظلم عظیم است. چرا ظلم عظیم است؟ در برابر الله ظلم کرد سعی که تو مخلوق عاجز با الله برابر میکنی، صفات الله را به مخلوق ثابت میکنی. ظلم با خود کرده. الله تو را کدام مخلوق پیدا کرده انسان میفهمی؟ یک دفعه خودت درک کن، یک دفعه خودت بشناس تو کدام انسان هستی. ابر در خدمت تو است، باران در خدمت تو است، سنگ و چوب در خدمت تو است، کوه در خدمت تو است، دریا و بحر در خدمت تو است، حیوانات و پرنده ها در خدمت تو است. خبر داری؟ ارزش تا میدانی؟ تو را الله کدام مخلوق پیدا کرده؟ حاکم. و همه مخلوق دیگه محکوم. از همه مخلوق استفاده میکنی، لیکن بیا خود پایین بیاد. در کدام اوج مرتبه بلند الله تو را قرار داده و بیا خود ذلیل بکنه. اعوذ بالله. به خاک قبر سجده کنه برو. به چوبی که در سر قبر بالا شده به او روی تمالی در رایسته. و انسان عزیز به بطی که به دست خود تراشیده ای، به چوبی که به دست خود تراشیده ای، ظلم سر نفس خود کردی. الله چی مقامی برات داده بود و در کدام مقام پایین کرد؟ ثم رددناه اسفل سافلین. در اسفل سافل خود پایین کردی، ظلم سری خود کردی. ظلم در مخلوق دیگه هم کردی. تو واری لنگی سفیده که سجده به پیرت میکنی، به صدها و هزارها مردم بیچاره دیگه هم فریب خوردن، رای تو را تعقیب کرده، رایسته دعوت دادی به شرک، مردم تباه کردی، ظلم به مردم هم کردی. امروز که مردم شرک میکنه، چرا میکنه؟ ملا را دیده. کل مردم امیره میگه اگر بدعت رد میکنی هم برات میگه این قدر ملا نبود، این قدر ملا کافر بود. به اغتنيت فهو لي غنى وحسبي وكفى يا أيها
البرق الذي من حيه قد رفرف. أظهرت من وجد الذي في مهجتي قد اختفى. ذكرتني عهدا مضى وطيب عيش سالفا.